دادگاه نویای سینوی شهر دوشنبه در اطلاع رسمیش خبر داد که روز 7 سپتامبر سال 2022 ساعت 14:00 دقیقه در بنای امین دادگاه بررسی پرونده ژورنالیست و پلکونیک مستوی امنیت مولانظرف محمد سلطان متخلص به محمد سلطان شروع می شود. بنا به اطلاع رسمی دادگاه نویای سینو به ضد محمد سلطان بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 307 علاوه 3 تشکیل فعالیت اتحاد افراطی یا اشتراک در فعالیت چنین سازمانها و ماده 330 قسم 2 تحقیر نماینده دولت از طریق اینترنت رسما عیب اعلان شده است. بر اساس ماده 307 علاوه 3 به مولانظرف همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. قسم دوم ماده 330 همچون جزا برای تحقیر نماینده حاکمیت در شبکه‌های اینترنتی جریمه به اندازه از 1000 نشان دهنده تا 1500 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن اساس‌زاده به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. محمد سلطانوف مولانظر که سالهای آخر در شبکه‌های اجتماعی از رئیس کنونی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف با یک لعن تند انتقاد میکرد و همین طور به تندی شیوه شدید سرکوب اعتراضهای بدخشان را به باده انتقاد میکشید. او روز 16 ایون سال 2022 در منزلش در محله 101 دوشنبه بازداشت شد. به گفته یکی از خویشاوندانش مقامات او را با پای برهنه گرفته بردند و حتی امکان ندادند که پای افضلش را بپوشد. محمد سلطان در سالهای 70 چند سال در نشریه کمسمول تاجیکستان و سپس همان زمان شوروی در کمیته امنیت کار میکرد. در خاطره هایش می نوشت که در کمیته نیز بیشتر به مشکلاتی که مقامات امنیتی به سر نمایندگان فرهنگ و هنر و اهل قلم می آوردند سر و کار داشت و حد الامکان کوشش میکرد که حال فرهنگ را از تعقیب کگبه نجات دهد. سالهای آخر محمد سلطان در شبکه‌های اجتماعی بخصوص در فیسبوک خیلی فعال بود و از رهبر قبلی امنیت تاجیکستان جنرال سیدامیر ظهوروف ستایش، ولی از رهبر کنونی این ساحه جنرال سیمومین یتیموف برعکس خیلی تند انتقاد میکرد و از جمله سیاست کمیته دولتی امنیت ملی را در عهد یتیموف به سالهای 1937 مانند کرده بود. محمد سلطان امین طور بعد ماه نوامبر سال 2021 از اعتراضگران بدخشان آشکارا پشتیبانی کرد و طلب داشت که عاملان کشتار گلبدین زیابکوف و دیگر ساکنان بدخشان را پیدا کرده به جوابگری بکشانند. محمد سلطان امین طور سرکوب اعتراضهای ماه می در بدخشان را نیز با لعن تند محکوم کرد. هنوز معلوم نیست که آیا بازداشت محمد سلطان به تنقیداش از یتیموف ربط دارد و یا به موقع گیری‌هایش در مورد حوادث اخیر بدخشان.